قسمت از ترندهای 2025 میخوایم راجع به رنگ‌های ترند و اینکه اونا رو با چی ست بکنیم صحبت کنیم. اولیش که به نظرم خیلی رنگ جالبیه، بادر یلو یا زرد کره‌ایه. این رنگ پاستلی خیلی استایلتون رو خفن نشون میده و شما میتونید با رنگ‌های توسی، قهوه‌ای شکلاتی یا رنگ برگندی و یا حتی جین‌های کلاسیک ستشون کنید. دومی، میدونید که رنگ صورتی یکی از ترندهای پروپاقرص هر ساله، اما هر بار یکی از تونش‌های رنگی اون ترند میشه. امسال رنگ پاودر پینک ترند شده که یک رنگ پاستلی خیلی خفنه و شما اون رو میتونید با رنگ قهوه‌ای یا با رنگ ترند اصلی امسال یعنی بادر یلو ست کنید. سومی رنگ آشنایی که قبل از این هم ترند بود به اسم موکا موس که تو رو میتونید با رنگ‌های پاستلی آبی و صورتی با رنگ بادر یلو که ترند اصلی امساله یا با رنگ سبز تیره ست بکنید. چهارمین رنگیه که تازه جای خودش رو توی ترندها باز کرده، رنگ اسکای بلو که تو میتونی اون رو با رنگ توسی یا با آبی تیره ست کنی و یا اگه میخوای استایلت خیلی شیک و خفن به نظر بیاد اون رو با رنگ‌های برگندی یا رنگ قهوه‌ای شکلاتی استایل کنی. آخرین رنگی که میخوام توی پارت راجبش صحبت بکنم یه رنگ متفاوت به اسم برگندی. ما این رنگ رو قراره به شکل مونوکروم زیاد ببینیم یا در ترکیب با رنگ‌های شتری و کرمی. اگه میخوای زودتر از همه از ترندها با خبر بشی منو فالو کن و تا پارت قبلی توی پیجم ببین و منتظر پارت‌های بعدی باش.